دوستا من یه جسارتا به دوست دخترم گفتم که من صاحب مغازه هم امروز داره میاد خرید کنه، میشه من نقش اوستا رو بازی کنم؟ شما شاگرد چرا نه جبران میکنم، ببخشم رفیق ما خاکی پات بذار دست نه دور سرت بگیرم. شاگردمو دیدی؟ اینو تازه آوردم. این سلامم نکرد. گو خورده. هی بیا اینجا ببینم میمون، یا گوزو اینو بگیر. بدو نگاه نکن، اینجا رو تی بکشیرم. بدو خرته بابا. خودت خوبی؟ بابا اینا خوبن؟ فدای تو بشم. تولد بابا بود داره؟ فرداست. هر چی دوست داری بردار. نه بابا. نه بابا چه؟ بیا اینجا، بیا اینجا. سایز بابا چی بود؟ والا نمیدونم، یه ذره خودت. الان اوکیش میکنم. هی پسر بیا اینجا ببینم چی داری چال میکنی. اونو بده من. بیا گردگیری کن. گردگیری کن. الان میدم. کارم بلد نیست بکنه. گو خورده. سایز پایش چند بود؟ نمیدونم، حالا بیا اگه نخورد میام عوض میکنم دیگه. وای چقدر این تو دست و پاست. بابا نرسا دیگه. گم شو بیرون. عزیزم فعلا اینا رو ببر. بیا اینا رو بگی ببینم. از پایین بردار بیا اینجا. بیا برو بذار تو ماشین خانم. بدو ببینم. بدو وای نسا. اینا رو ببر. آره قربونت برم. بعد زنگ بزن باز واسط میفرستم. مرسی که اومدی. قربونت برم. ببین پسر، فعلا کاری با بی احترامیات ندارم. اون جنسایی که بردی و چجوری میخوای تصفیه کنی؟ برو عقب. آقا چرا ناراحت شدی؟ کرکره رو بده پایین. آره کرکره رو میدم پایین، کاری نداره که بچا.